در طول هزار ساله ها در سیاره ما آفت‌های زیاد به وقوع آمدند که حیات میلیون ها نفر آدمان را از بین بردند. هرچند که این آفت‌ها از جهت خصوصیت پیدایششان فرق می‌کردند، اما عاقبتشان نیست کردن انسان بود. آفت‌های طبیعی، جنگ‌های مختلف و بیماری‌های گوناگون تا به امروز سبب مرگ انسان می‌گردند. عصر 20 باشد و سر انسانیت فاجعه نوی را با نام سپید آورد. تا این مدت عباره کوتاهک سپید نه به همه روشن و فهما بود، اما امروز با شنیدن این کلمه قسم زیادی مردم حس می‌کنند که فاجعه نوی به سر انسانیت آمده است. طبق معلومات تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، امروز در جهان 60 میلیون نفر مبتلای ویچ گشتند که این شماره نسبت به قربانیان جنگ دوم جهان چند برابر بیشتر است. همه روزه در جهان قریب 5000 نفر به ویروس ویچ سپید گرفتار می شوند که اکثر آنها جوانان یا شخصان میان سال می باشند که در عائله و جامعه موقع خود را گم کردند. با وجود کارهای پروفیلاکتیکی، سطح گرفتاران ویچ روز به روز می افزاید. سپید اساساً توسط علاقه جنسی می گذرد و منبع سرایتی ویروسیان، تبوهای گوناگون، استفاده نبودن سوزنداروهای یک دفعینه، همخوابگی نادرست و بد اخلاقی بر این عامل ها می باشند. متاسفانه این بیماری در تاجیکستان نیز دامن پهن کرده است. آن در خانه تاجیکستانیان را می کوبد و این بی اساس نیست. این پیش از همه به نشأه‌مندی، تغییر یافتن معیارهای اجتماعی و مدنی، وضع ناگوار محبس‌های جمهوری و اینچنین به افزایش مهاجرت مهنتی علاقمند است. نخستین حادثه های سرایت ویچ در تاجیکستان در سال 1991 به قید گرفته شده بود. اوجگیری پنجشوی ویچ اساساً در بین سالهای 2000-2003 به مشاهده رسید که در این دوره گرفتاران ویچ 17 مراتبه افزودند. در سالهای 2004-2005 شماره سرایت یافتگان ویچ به 80% رسید. متاسفانه بیماری ویچ سپید سالهای پیشتر ما گمان میکردیم که به جمهوری ما تهدید نمی کند. متاسفانه امروز پنجشوی این سرایت در بین شهروندان جمهوری تاجیکستان با یک اوج خاصه پهن شده ایستاده است. یک 2-3 سال پیشتر ما اگر به گروه های آسیب پذیر فقط اون شخصانی که موادهای نشع‌آور را به طور تزریقی استفاده می بردند داخل می کردیم. امروز متاسفانه به آنها یک گروه کلان مهاجران مهنتی نیز داخل شده ایستادند. مهاجران مهنتی ما امروز به مهاجرت به تیاری می روند، نه اینکه آنها از حساب راه و رفتار دولت های دیگر را ندانسته، زبان را ندانسته، بلکه آنها الیمنت های اولین درجه محافظت سلامتی خود را نمی دانند و آنها تیز دچار بیماری هایی که توسط علاقه جنسی می گذرند و یکی از بیماری های خطرناکی که در اون دولت هایی که مهاجران ما کار و فعالیت می کنند بیماری سپید، بس به این بیماری سرایت یافته ایستادند. ماه نوامبر سال 2005 طبق معلومات مرکز 506 حادثه ویچ به قید گرفته شد. از روی خلاصه های کارشناسان محلی باشد، امروز در تاجیکستان 10,000 نفر آدمان مبتلای ویچ سپید می باشند. از این بیماری اساساً شخصان سرایت می یابند که
با آدمان تصادفی علاقه جنسی میکنند و از برای پیشگیری بیماری های سرایتی از ریفاله استفاده نمیبرند. موافق معلومات دیسپنسری بیماری های پوست جمهوریوی فقط در 2 ماه سال 2005 قریب 420 حادثه سوزاک عضوهای تناسل شهروندان به قید گرفته شده است. 2 نفر این شهروندان مادرزاد با این بیماری به دنیا آمدند. 5 نفر شهروند گرفتار سوزاک شکلش پوسیده و 324 نفرشان گرفتار بیماری گنری میباشند. کارمندان مرکز ما در اساس نقشه چاره‌بینی‌های وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با خزینه گلوبالی برای پیشگیری بیماری‌های صورتکننده جنسی یک قطار کارها را به انجام رسانیدند. از آن جمله از ماه ایون سال 2005 سر کرده زیاده در 30 شهر و ناحیه‌های جمهوریمون حجره‌های دوستانه یا خیلی که میگن حجره‌های باوری فعالیت نموده ایستادند. مقصد از گشودن این حجره‌ها در آن میباشد که آن شخصانی که به این بیماری‌ها گرفتار میشوند باید به این حجره‌ها با مراجعت نمایند و با طریق رایگان توابت گیرند و موافق آن نشاندادهایی که در مرکز ما به طریق رسمی به قید گرفته شدند اساساً شخصانی به این بیماری‌ها گرفتار میشوند که سن سالشون از 19 تا 29 ساله را تشکیل میدهند و در بین این که سن سالشون اساساً جوانان میباشند بعضی نفرانی میباشند که از موجات مهنتی برمیگردند و به این یا اون بیماری صورتکننده جنسی گرفتار میشوند. من در نظر دارم بیماری آتشک یا اینکه سیفلیس میگویند، بیماری سوزاک یا اینکه گنری میگویند بیشتر به این بیماری‌ها گرفتار میشوند. ولی صد افسوس که جوانان و اون اشخاصی که به این بیماری‌ها گرفتار میشوند نمیدونم از چی سبب باشد یا اینکه آنها میهراسند به این حجره‌ها کم مراجعت مینمایند یا اینکه به دکتران ساحه بیماری‌های پوست و عضوهای تناسل کم مراجعت مینمایند و ما از همین ترسیدن یا که هراسیدن آنها به آن آورده میرساند که بعضی این بیماری‌ها با عاقبت‌های وزنی و عاقبت‌های ناخوش آورده میرسانند. من در نظر دارم بعضی مثال شخصانی که به این یا آن بیماری گرفتار میشوند در وقت علاقه جنسی با اویله‌های خود حتما اویله‌های خود را آنها گویم به این یا اون بیماری گرفتار مینمایند و اویله‌های آنها با یگان مراجعت نکرده تولد میکنند و بعضا حادثه‌های هم یافت میشود که دیده میشود که در اون کودکان نوزاد به این یا اون بیماری نیز گرفتار شده است. در 10 ساله آخر مهاجرت موسمی شهروندان تاجیکستان به حکم عنعنه در آمده است. 95% مهاجران مهنتی تاجیکستان برای مردکاری و روسیه می روند. عین زمان درجه بلند اپیدمی این بیماری در فدراسیون روسیه به مشاهده می رسد. از سال 1987 تا 15 نوامبر سال 2005 335,795 حادثه از ویش سرایت یافته آدمان به قید گرفته شده است. طبق معلومات رسمی گرفتاران ویروس ویچ عین زمان در فدراسیون روسیه به 1,200,000 نفر میرسد. در یک روز قریب 100 نفر ساکنان روسیه به بیماری ویچ مبتلا می‌گردند. شهر و ولایت‌های مسکو، حوزه فدرالی سیبیر، اورال برای تاجیکان مهاجر مهنتی نسبتاً منطقه‌های دلخواه میباشند. همچنین مرکزهای بزرگ مدنی شهرهای سنت پتربورگ، قزان، اوفا، سمارا، ولگاگراد و ساراتوف جایهای اساسی مهاجران تاجیک حسابیده میشوند. محض در همین منطقه‌ها 60% گرفتاران ویچ به قید گرفته شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. من به جوانان رو آورده می گفتم که باید که عملی نکو داشته باشیم، از خدا بترسیم و من از ایجادیات مولانا جلال الدین بلخی ثمرومی یک نصیحت نامه‌ای که به جوانان هنوز در عصر خودش گفته بود، تقریبا 750 سال پیش از این
و از زنا افتد وبا اندر جهاد. هنوز در عصر خودش مولانای رومی در تفسیر همین آیه کریمه هشدار داده بود مردم را که تو اگر زنا میکنی تو از خدا نمی ترسی، گر نترسی خدای ترساند، بنده ترساندن نکوداند. هنوز در عصر خودش خبر داده بود، هشدار داده بود. امروز علاجش را نمیابیم. این از چی بود؟ از بی‌آدابی ما و شما بود. پس فرزندان عزیز، آنهایی که ما را تماشا میکنید، از زنا پرهیز بکنید. دین نظافت است، دین پاکیزگی است. و پاکیزگی روی بدارید، روی بیارید و از خدا بترسیم. هر کسی ناترس باشد از خدا، حق بترساند و را با هر بلا.